دیدین جدیدن توی اینستاگرام و تیک تاک خیلی مد شده که وقتی میخوایم بگیم فلان لباس یا استایل خیلی شیکه و با خریدش پولتو دور نریختی و قدیمی نمیشه، میگیم اون استایل تایملسه. حالا استایل تایملس چیه؟ چه ویژگیایی داره؟ لباسی که محدود به زمان و مد خاصی نمیشه و با خریدش خودتو یک عمر از دوباره خریدنش راحت میکنی میگن تایملس. لباسای تایملس معمولا بیسیکن و با کیفیت بالا و تو این لباسا از دوختای گشاد و پارچه‌های شلوغ زیاد استفاده نمیشه. مثل یه دونه بلیزر، یه دامن میدی، یه پیراهن ساده مشکی که ممکنه چندین سال تو مناسبت‌های مختلف استفادهش کرده باشیم و دموده نمیشه. اگه تو شخصی هستی که توی لباس پوشیدن سبک خودتو داری از ترندا پیروی نمی‌کنی، استایل تایملس به حساب میاد. سلبریتیایی هم که به این سبک لباس میپوشن کیت میدلتون و امال کلونی هست. من خودم شخصا خیلی طرفدار این سبکم، چون یه جورایی هم توی هزینه‌های خریدت صرفه‌جویی میشه و هم مشکل اینو نداری که ممکن لباسات از مد بیفته و قدیمی بشه. نظر تو چیه؟ دیدین جدیدن توی اینستاگرام و تیک تاک خیلی مد شده که وقتی میخوایم بگیم فلان لباس یا استایل خیلی